سلام عزیزای دل. هرچه لازم باشه من چهره خودم رو نشون بدم نمیشه. این اومدیم. هلو واسه درستش کنم سریع. خب میدونیم بالا. آقا یه چنلی رو براتون پیدا کردم، نمیدونم حالش خوبه حالش خوب نیست، اصلا از حالش نمیفهمم. ولی آقا این میمای ایتالیایی رو میگه میمهای برنگ راد چین. این ایتالیاست، چین نیست. حالا میخوام بریم چیاشو ببینیم. خب اینجا میرم چیز میکنه اینو اصلا یه فیلماشو مثلا بیارم براتون. اینجا خب اومدیم سراغ اسکوید گیم مستقیم مناطق محروم افغانستان. اولی و این میریم. کامنتشو نگاه کن. درست بود اینا شکستن میپریم. این درست بود اینجا نوشته رسول بیا رسول ببین اینم درسته. ببین نگاه آقا امروز من اگه منطق داره خوب بهتون یاد بدم داخل ماینکرافت. اینو میکنه بچه یه فیلم براتون بیارم عشق، یعنی اون داخل اون فیلم رو ببینید. سلام گورگله، من داخل امروز اومدم بزرگترین انفجار ماینکرافت رو رقم بزنم. بزرگترین میدونی با بزرگترین با چه سیستمی قوی داشته باشی؟ نکن آچا همه نگاه کن، نمیشه بزرگترین انفجار تاریخ ماینکرافت، بزرگترین تو تاریخ. از من تو اون با اون سیستمه اصلا رو گوشیه تو داری بازی میکنی، چطور میخوای بزرگترین انفجار؟ بله با اینا به چیزی نمیرسی ها. بله آقا بیایم ببینیم کانالشو، بیایم ببینیم مثلا ببینیم. آقا یکم اینجا دیگه اگر با هر کدوم از آرمورای ماینکرافت بریم زولبیا تو هم بیا ببین. زولبی سلام گورگلی ماستی آقا امروز اومدم به آدامس بخوریم. سن آدامس بیمن چی؟ آدامس چیزیه؟ برو برامون چیه اینجاها گل بذاریم و بعدش آقا لایف هک برامون تست نکنیم. خب اومدیم سراغ اسکوید گیم مستقیم مناطق محروم افغانستان. اولی و این میریم. درست بود اسکوید گیم کره جنوبی اینا شکستن میپریم. این درست بود ایزی ببین اینم درسته. ببین این منطقی نیه اینجا بذاره دوباره. درست کردی؟ درست نیست. من مستقیم میخوام بپرم. خدایا اونه. ببین اینه. ببین من میگم ببین اینه. من میخوام برم اون. ما خو نمردیم. ولی تو سابسکرایب نمی‌کنم. آقا امروز من اگه منطق داره خوب بهتون یاد بدم داخل ماینکرافت. اگر اینجا سند همون میدونیم که داخل ماینکرافت عکس همه چیز که بذاری رو هوا سند و گربه میافتن من حتی بذارم اینجا هم باز میافته. هر جا بذارم این میافته. ولی اگر چی؟ با من بودی؟ آقا امروز من اگه منطق داره چیکار کنم؟ راست میگه. این که اصلا آقا امروز اومدم باهاتون ببینیم که نکن. آقا تو 30 نفر دنبالت کرد. خب بره ما اومدی داخل اینجا نمیدونم درستون به کمک کن. خب معرفی خودم تو یوتیوب
روسی با مهمون ویژه. بچه امروز اومدیم با یه ویدئوی 2 نفره و اولین ویدئوی 2 نفره چنلم. آقا امروز قراره با پسرم هم رولت روسی بازی کنیم که هر کی زودتر به 2 امتیاز برسه برنده بازیه، که حالا به مرور حالا میگیم یا خودمون به خودمون شلیک میکنیم یا به طرف مقابلمون و حرف دیگه نمونه. الان بریم داخل ویدئو، پسرم هم بهتون نشون میدم و حرف دیگه نمونه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو سابسکرایب بزنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید روی آل تا هر موقع ویدیو جدید میذاریم یوتیوب بهتون خبر بده و اولین نفری باشید که میایید و ویدیوی ما رو میبینید و حرف دیگه نمونه. بریم سراغ ویدیو. لیتس امیر ایلیکس این ایلیکس ترین امیریه که سلام علیکم. قرار با این رولت روسی بریم. دست اول قرار خودمون شلیک کنیم. من این بار رو میذارم زمین. اولین بار که من به خودم شلیک میکنم و میزنم به خودم. بچه ها ممنون که ویدیو دیدین. تا ویدیو دیدیم خدا نگهدار. پیس اوت.